قراره یه غذای بدون گوشت درست کنیم، خیلی سریع و فوری و خوشمزه، اونم فقط با این 3 قلم جنسی که توش هست. بادمجونا رو پوست میگیریم و سرخشون میکنیم. خب بادمجونمون سرخ شد. تو همین روغنی که بادمجونمون رو سرخ کردیم یه دونه سیر رنده میکنیم. گوجه هامونو برق میکنیم. به این شکل همه رو حلقه کردیم گذاشتیم. سیر رو هم گذاشتیم وسطش که یه تفت کوچولو بخوره. نمک میزنیم یه مقدار. زردچوبه و تفت میدیم و بعد درش رو میذاریم تا گوجه فرنگی ها یه مقدار آب بندازن و نرم بشن. گوجه فرنگی ها رو حلقه کردیم، به سیرمون نمک و زرشوه اضافه کردیم، 1 مقدار پیاز داغ و 1 قاشق رو این مواد اضافه میکنیم. هم میزنیم یه خورده تا خامی رو گرفته بشه و سیرا هم از اون حالت خامی در بیاد. نمیخوایم خیلی سرخ بشه. این وسط سلیقه‌ای هست، من چند تا دونه فلفل اضافه میکنم بهش. اینجا اینا رو هم میزنیم، در معتبر میزنیم تا یه مقدار گوجه فرنگی آب بندازه. خب گوجه فرنگی اون یه مقدار حالت نرمی پیدا کردن. بادمجونی که سرخ کرده بودیم روش میذاریم و بعد بهش زمان بدیم. میداریم تا بجوشه و پخته بشه. خب این جا افتاده. اول گوجه فرنگیامون پوستاشون رو جدا میکنیم، هر چیزی که مونده باشه داخلش. بعد که پوستشون رو جدا کردیم با یه چیز شبیه مثل همین گوشت رو لهش میکنیم. این هم غذای خیلی راحت و ساده و بدون گوشت ما و فوق‌العاده خوشمزه به اسم گوجه بادمجون. اینو میتونید هم با برنج و هم با نوش جان بفرمایید.